کوره‌های آجرپزی از دیرباز در این سرزمین کهن دایر بودند و در کشاکش گرما و آتش آب و خاک را مغلوب خود نمودند. خاک سفری را آغاز می کند که سعدی علیه الرحمه می فرماید بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. خاک رس به محل کوره آجرپزی حمل شده و در آسیاب به نرمترین حالت خود بدل می شود. آب و خاک درم آمیخته می شوند تا شمشی از گل را پدید آورند. آب در خاک نفوذ نمود و خاک را به گلی یک پارچه تبدیل می کند تا در قالبی که از پیش برایش فراهم شده است به شمشی یک پارچه بدل شود. شمش‌ها در ابعادی مشخص بریده می شوند و به جلو حرکت می کنند تا سفر ادامه پیدا کند. شمش‌های یک پارچه از گل برای برش در ابعاد آجر به میز برش هدایت می شود. اینجا نظمی زیبا حاکم است. همه چیز طبق برنامه انجام شده و خشت‌های بریده شده بر روی میز به حرکت در می آیند تا سفری دیگر را آغاز نمایند. قطعات بریده شده به محوطه منتقل می شود تا آفتاب و گرما را ملاقات نماید. آفتاب گرم و سوزان شیره جان خشت‌ها را خارج می کند و آنها را خشک می نماید. تولید خشت خام تا قبل از فصل سرما و باران صورت می پذیرد. خشت‌های خام خشک شده اضافی را بر روی هم چیده و آن را می پوشانند تا در فصل سرما از آنها استفاده کنند و کار پختن و تولید آجر متوقف نکردند. خشت‌های خشک شده توسط کارگران چرخکش به داخل تونل‌های کوره منتقل و توسط استاد کوره‌چین بر روی هم چیده می شود. کار کوره‌چینی با فوت و فنی خاص همراه است تا گرما و گردش هوایی گرم به تمامی خشت‌ها برسد و همگی در زمانی مشخص پخته شود. وقتی خشت خام در داخل کوره چیده شد، ورودی‌های کوره توسط استاد کوره‌چین مسدود می‌گردد تا خشت خام در گرما و حرارت پخته شود.
در کوره‌های هوفمان یا تونلی گرما و حرارت توسط مشعل‌هایی که از سقف کوره به داخل دمیده می‌شود تأمین می‌گردد. کوره‌سوز تمامی رنج‌ها و زحمات کارگران را با تجربه و تخصص خویش به آجری پخته و محکم بدل خواهد. خشت‌های خام بی‌ثبات در حرارت گرما به آجری محکم و استوار تبدیل می‌شود و سفر به پایان می‌رسد. آجر راهی مقصدی بی بازگشت می شود. می رود تا شاید سقفی شود و سایه‌ای بر سر کودکان این دیار، یا در دیواره مدرسه‌ای که بیاموزد به فرزندان این سرزمین.